سلام، یه ویدیو دیگه از ما دوتا. امروز قراره چیکار بکنیم؟ سرخط خبرها. قراره که از این هندزفری‌ها بذاریم تو گوشمون، موزیک بذاریم و لبخونی بکنیم، ببینیم که کی بیشتر حدس میزنه. اوکی. قراره من چند تا کلمه به شیرین بگم، شیرین هم من صدا آهنگش رو میشنوم دیگه، آهنگ تو گوشش بذاره و لبخونی کنه، ببینیم که میتونه کلمه رو درست حدس بزنه. چند تا میگی هر نفر؟ بریم ببینیم 5 تا. مرغ ماهیخوار. ها؟ مرغ ماهیخوار. چی؟ یه ذره حرکت بده لبتو. خب میفهمی. مرغ ماهیخوار. مرد ماهی؟ مرغ ماهیخوار. مرغ ماهی؟ مرغ ماهیخوار. یه بار دیگه بگو. مرغ ماهیخوار. مرغ ماهیخوار. آفرین. دیگه اینقدر واقعا نمیشنوی صدامو؟ چی؟ صدامو واقعا نمیشنوی؟ الان میشنوم چی میگی. یه ذره آرومتر حرف بزن. انریکه ایگلاسیاس. اتیکت؟ انریکه ایگلاسیاس. فارسی داری میگی یا ترکی داری میگی؟ ترکیه؟ نه، اسم یه خواننده است. اوه اسم خاص. انریکه ایگلاسیاس. تموم. عالی بود. به زبون فارسی بگو. انریکه بود دیگه باشه، بابا. فارسی بگو. انریکه. بذار یه ذره آهنگ 2000 years later. مشابقتش کن. تو لب بزن با صدای بلند نگو اصلا. اوکی. انریکه نگو، فارسی بگو. سکوت. دارم فکر میکنم. نستعلیق. میگم بلند نگو، شنیدم. ای بابا. لب بزن فقط. نمو. لبو. نمو. لیمون. نمو. نپخ. وای. نرو. نمو. نمو. بعد جالبه که داد میزنه. خب فقط لب بزن. اوکی. آیفون 17. کاور رو گرفتن. We have technology. کامل کیه؟ آیفون 17. قالی. آره یه بار دیگه بگو. آیفون 17. دو کلمه است. آیفون 17. آیفون 17. آفرین. داره میاد دستش قضیه. چی؟ دارم با مردم صحبت میکنم. میهانه. مهرابه. مهراده. وای حالا من خودم رو بگو بعد از چی؟ میهانه. معده. نه روده. میهانه. یه بار دیگه بگو. میهانه. آها میهانه. پانتومین شد. چند گفتی؟ بیا حالا من بگم. الان تو میگی من الان تو بیارم. بگو. ببین بچه‌ها خیلی‌ها مثلا میگن به جایی که بگن اینو نگهدار میگن اینو نگردار. هم کوچه بازاری و چیزشه دیگه. خیلی عجب. خیلی‌ها میگن مثلا بعضی به مهدی میگن مهدی. نه نگهدار. تو میگی نگهدار. نگهدار دیگه. اینو نگهدار. ولی دیروزم توی مثلا این ریالیتی شو دیدم میگفتش نمیتونستم حرفش خودش نگهداره. خیلی‌ها میگن آخه غلط مصطلح. نگار آخرش
دگرگونی. گونی داشت. باستاب. اوه خواستم بگم بازیابم. به به آفرین. وابستگی. آفرین. ترسفی. بلدی یا نظر سخت ازت بپرسم. چند بردی؟ چند بعدی. آفرین. رهاش. جوسه. جوسه یعنی بگو. جوخه. جوس. پانتومه شد. نون لواش. بذار برم بعدی. قسطنطنیه. این چون اسم سخت میاد همه اول قسطنطنیه. آهنگر دوست دارم. ببین امیر ریاحی. امراهی. امراهی هم معنی نداره. یه بار دیگه بگو. نزدیکی. امیر. امیر داداشمون چی بود؟ چی داشتم میگفتم اصلا؟ امراللهی. آره آقای امروزی. آره امیر راهی. واسه موزیکم قطع شد. آخه این به جز امیر راهی من امیر راهی اومد موزیک. آره اومده. ولی میگه آننیزی نفرت وای ترکی میرفتیستم اینجا شکایت کن. Ne. گفت لیست موزیکای نفرت انگیز مادرت اینجاست. جدی داری میگی؟ چه ربطی داره؟ اما امیر راهیم اون چی بود؟ همگرایی. خب یه بار دیگه بگو. همگرایی دیگه. امیر هنوز داره یعنی هیچی به جز امیر راهی نمیشه. آره واقعا چیه من باید بگم؟ همگرایی دیگه. همگرایی. سوختم امیر راهی. خب امیر رو این چیزای بی‌تربیتی خوب بلدی ها. آره چند تا کلمه خوبه. به به. گربه سر. چیزای اصلا هر چیزی که اونوریه رو بلده داداشمون. دیگه چی بپرسم؟ بیا من چند تا کلمه بگم. من چند تا چیز خوب یادم اومد. یا میخوام چند تا بی‌ادبانه بگم. بی‌ادبانه نیست. تابو میخوام تابو شکنی کنم. نوار بداشته بالا. نوار بداشته بالا. چقدر بی‌ادبه. مثلا کلا ذهن آره ذهن اوکی. اون که چیز بی‌ادبانه نبود. حالا که سرندپیتی. با منی؟ سرندپیتی. نه وای خدایا. سرندپیتی؟ آره ندیده فکر کنم سرندپیتی رو. خب کمربند. یه بار دیگه بگو. کمربند. آها یه چیز حاملگی خارج از رحم. من چند کلمه به شیرین بگم. جمله که نداشت. یکی دیگه میگم. اوکی رحم. یه بار دیگه بگو. رحم.
چی؟ رحم. رقیب. نه. رحم. رحیم. رحم. رحم. رحیم. نه ابرام. اسمال. اسمال. خب بازیگر. بازیگر. یه بار دیگه بگو. بازیگر. بازیگر. آفرین. زیرش کلمه خنده‌دار بزنم برسه. خنده‌دار مؤدبانه قابل پخش. Moments later. قرص تأخیری. قرص ضد بارداری. قرص تأخیری. قرص اسهال. فقط قرصشو فهمیده بقیه‌شو داره ذهنی میگه. قرص تأخیری. قرص تأخیری. یاده مثلا طولانی داره. حالا جانش هم هست. اینجا رو به نظرم بیب بذاریم بهتره. بابا داداش هم هست سرشه. مادر من رو. خب دیگه تمام شد. این ویدیو رو به نظرم به داداشم ندیم ادیت کنه. ادیتور لطفا به ما دایرکت مسیج. خیلی باحال بود. از ویدیو قبلی به نظرم باحال بود. چی بگیم دیگه؟ همین دیگه. ویدیو لایک سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی. بای بای. خدافظ.